خبر تو خبر تبریک میگه بهتون عید 93 رو و یه راست میره سراغ حماسه آخوندی تو سال 92 یعنی سیرک انتخابات. اول کار سیدعلی قده و قوده و شکمبه رو ریخت تو غربیل انتخابات تا بگه انتخابات آزاده. حواسشون باشد به این مقصود دشمن کمک نکنند، مردم را از انتخابات مایوس نکنند. هی نگن انتخابات باید آزاد باشه. خب معلومه که انتخابات باید آزاد باشد. مگه از اول انقلاب تا حالا ما 30 و چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟ تو کدام کشور دیگر انتخابات از اونچه که در ایران میگذرد آزادتر است؟ یواش یواش این ذهنیت رو به خیال خودشون در مردم به وجود بیارن که خب فایده ای نداره این انتخابات. آزاد که آزاد بود، به خصوص کاندیداهایی که همه از مخ آزاد بودن. پزشک هستم. چه پزشک هستی؟ پزشک عمومی. چجوری خودتون رو شایسته دیدید برای انتخابات که بیاید برای انتخابات شدید؟ من برای انتخابات نیومدم، برای استفاده از این پوشش متمرکز رسانه‌ای اومدم. یعنی فقط اومدید ثبت نام کنید باهاتون مسابقه کنن؟ آره. چرا؟ چه اشکالی داره؟ من میتونستم مثلا برج آزادی رو برم بالا یا برج میلاد رو نمیدونم پیاده بیام پایین، ولی خب الان اومدم اینجا دیگه از پوشش استفاده میکنم. شما تخصصتون چیه؟ در چه موردی؟ من خیلی تخصص دارم. در زمینه کشاورزی خیلی تخصص دارم. من تخصصم مهندسی سیاست در گرایش ساختاری راهبری و راهبردی. این تخصص چجوری به دست آوردید؟ تخصص نتیجه پژوهش در سیاست آکادمیک اسلامیه که خود بنده تقریبا طلایه‌دار اون هستم. الان شما مدرک بخوان از شما بدن، یک گواهینامه وزارت علوم بخوان بدن، شما اون مدرکتون چیه؟ ما مدرک میخواید پس حرف از تخصص نیست، مدرکه. من مدرک پیش دانشگاهی دارم. 3 بار هم دانشجوی انصرافی بودم، به خاطر وضعیت بد علوم انسانی در ایران انصراف دادم. این صحنه‌های بسیار تأثیرگذار و دموکرات ویترین بعضی از بسیجی‌های کرواتی رو دستپاچه کرد و از حول حلیم انتخابات افتادن تو چاه ولایت تا التزام قلبی و عملیشون به سیدعلی رو اعلام کنن. در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی دارم وارد این میدونم، هم به نظام اعتقاد دارم، هم معقولم. به پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی نیاز خواهم داشت. مقام رهبری جمهوری اسلامی هم مرتب تاکید کرده که این انتخابات رو قبل از رأی مردم رأی شورای نگهبانه. من دارم میگم که شما از فیلتر باید بگذارید. بنده خودم اگر از فیلتر شورای نگهبان بگذارم حتما رئیس جمهور بعدی ایرانه. به شکل مدیریت باید بشه که نظام دچار دردسر نشه. یعنی نظام جمهوری اسلامی الان در وضعیتی قرار داره که نمیتونه به اصطلاح آشوبی رو یا هرج و مرجی رو تحمل کنه. به قول خود شخص رهبری نظام میگه که این یه پیچ خطرناک. ببین من در چارچوب نظام دارم کار میکنم. من امیدوارم منو رد صلاحیت نکنن. من اعتقاد دارم اگر منو رد صلاحیت شورای نگهبان بکنه مخالف منافع ملی کشور عمل کرده. من فکر کنم بزرگترین خطری که الان ایران رو تهدید میکنه اینه که خدای نکرده یکی بیاد رهبری نظام رو تضعیف کنه. مثلا شاید در این مقطع حداقل جزو کسانی که الان دارن کاندید هستن که میتونم جناحهای سیاسی رو به هم آشتی بدم، برای که با همشون یک جور بودم همیشه. اما این همه چاپلوسی به نتیجه‌ای نرسید و شورای نگهبان سر این پاچه خار رو کوبید به طاق. تا اینجا هرچی گفتیم پیش پرده بود. کمدی اصلی همزمان با مناظره‌های مسخره انتخاباتی رفت رو آنتن. بگیم برای خیلی خوب پول داره، بریم ببریم بخش خصوصی پولاشو بگیریم بریم هزینه کنیم. ای داد ای بیداد. اگه بخواد با این عصبانیت و این داد و بیداد کردن سکان کشور رو به دست بگیره، خدا رحم کنه به این کشور. خب اینها گفت کفاره شرابخوری های بی حساب مخمور در میانه رندان نشستن است. هیچ کس اینجا برنامه نمیده.
هیچ کس برنامه فیزیکی نمیده، همه برنامه‌های عرفانی و ادبیاتی و اینا میدن. این که نمیشه. نه سیاست خارجی اینجا حل میشه، نه سیاست داخلی اینجا حل میشه. هر کسی بیاد بگه که من میخوام چیکار بکنم. من فکر میکنم که این به هیچ دردی نمیخوره. سید علی که با اسم مناظره عین جن و بسم الله و مناظره براش روزای قیام 88 رو تداعی میکنه، یهو گرخید و پرید وسط معرکه. این کاری که صدا و سیما کرد مردم رو در جریان افکار و آراء و نظرات و نگاه های نامزدها به صورت روبرو قرار داد. این خیلی کار به نظر من مفید و با ارزشی بود. یه عده‌ای سالها هی نعره میزدن آقا نمیذارن، تریبون نمیدن. بفرمایید اینم تریبون، اینم حرف، نه برای یک گرایش خاص، برای 8 گرایش. آقایان 8 نفر بودن اون روز، 8 جور نسبت به مسائل کشور حرف زدن، تحلیل های گوناگون، نظرات گوناگون. البته بنده حرفایی دارم در زمینه مسائلی که اون آقایون گفتن، بنده مطالبی دارم، وقتش حالا نیست. انشاءالله بعد از انتخابات اگر من زنده بودم حقایقی رو عرض خواهم کرد. اما کار از کار گذشته بود. مناظره شیر تخلیه رو وا کرده بود و همین یه ذره شکاف باعث شد تا شرشر ریزش از ناودون ولایت را بیفته. تلفات الا ماشاءالله هر روز میله های مرزی که بر میدارند، ارشاد، صدا و سیما فلان اینا بر میدارند و بعد تو دیشب شبی همین ساعت تا 3 داشتم کار میکردم و مطلبی نوشتم اینا، دیدم که بارون بارون گل نثار جون و آقا تو مال این خاک بر سرم کنن که من 40 سال پیش درک کردم اون چرندیات و خزعبلاتو، هنوز این هارد دیلیت نشده. این چی داره میگه؟ این کجا بود؟ این کجا بود؟ میگه 2 نصف شب دیگه که سیستم غذایی که خوابه، زرقامی هم که نیستش اینا. این کجا نی؟ کجا داره میبره ما رو؟ چیکار داره میکنه با ما این؟ میله ها رو وقتی برمیداری خودی ها میرن اون طرف. کاندیداهای وامونده ولایت هم برای اینکه توی این بازی یه سهمی داشته باشن شروع کردن به پنبه‌زنی دستاوردهای نظامشون. این چیزی که ظرف این 10-20 سال اتفاق افتاده این بوده که ما به ازای یه حرکت فرهنگی نامتعارف یه عده زیادی رو مشغول به کار کردید. خلاصه این کار که عین گشت ارشاد و ایناست که مثلا حالا 4 تا آدم مثلا میخواد یه طوری را بره، چیزم یه عده‌ای هم یه شغل پیدا میکنن به اسم گشت ارشاد میفتن دنبال شما. من از این چیزا خیلی زیاد دیدم. خواهشم این است که پول مفت برای کسی تعریف نکنیم. برادران عزیزم در جنوب که ما دست شما رو باز میذاریم که بتونید برید برای ما دلار بیارید، یورو بیارید. آنقدر ما باید دلار و یورو وارد ایران بکنیم که یه کوه بزرگی درست کنیم که ریال رو ببریم اون بالا بذاریم و ریال رو تبدیل به معتبرترین پول جهان بکنیم. امروز همین تهلنچیاتون رو باید را بندازید، آنقدر صادرات بکنید، واردات بکنید که دیگه آمریکایی‌ها دستاش ببره بالا، بگه ما غلط کردیم، ما اصلا نمیدونستیم اوضاع اینطوریه. انشالله یه روزی که من دولت رو به دست بگیرم میام تو همین ساحل الله اکبر رو میگم و شما راه میافتید و حالا ببینیم آمریکایی‌ها میتونن جلو تجارت ایران رو بگیرن. این یارو روانی هم که مضحکه رسانه ها شده بود آخر کار قاط زد و تو پرت و پلاگویی سبک جدیدی ارائه داد. من بابا سال 1367 نه منظورم این است این پیشرفت که الان هست شما تا کجا روش نمی ادامه داد. زبون میبری؟ چشم. زبون ببر. منظور من چیه؟ نمیفهمی؟ چرا میخندی؟ گریه کن. یه مملکتی که بایستی که یه ماهواره زهره امروز داشته باشه نداره، برو گریه کن. میخندی. یه موقعیتی پیدا شده ما 2 تا کلمه میگیم، شما میگین بلند صحبت میکنی، عصبانی. چه عصبانیه؟ من 10 تا سوال میکنم کسی جوابم نمیده. شماها گوشتون بسته است. فکر میکنین من میخوام رئیس جمهور بشم.
Du kaka poo poo.